سلام دوستان خوبم، امیدوارم که حال همگی شما در هر کجای دنیا که هستید خوب باشه. نادیا هستم، به کانال من خوش آمدید. در ویدیوی قبلی من طرز بافت این موتیو رو به شما آموزش دادم. در این ویدیو من طرز وصل کردن این 4 موتیو رو به شما آموزش خواهم داد و همونطور که در ویدیوی قبل گفتم این بافت رو که من انتخاب کردم با نخ ضخیم هستش که بتونم به راحتی جلوی دوربین طرز بافتش رو آموزش بدم. ولی اگر شما از نخهای ظریف برای این بافت استفاده کنید و مقدار زیادی ببافید و به هم وصل کنید، واقعا شما میتونید از یک رومیزی خیلی زیبا رو تختی و یا بنا به سلیقه خودتون هر نوع بافتی رو، هر نوع کاری رو که دوست دارید انجام بدید. در ضمن همینطور که میبینید من این 4 تا رو به این صورت به هم وصل کردم. این وسط که یک بافت اضافی هستش، اگر شما این 4 تا رو به هم وصل کنید این وسط ما بین اینا خالی خواهد موند و من با این بافت اضافی ما بین این 4 تا رو پر کردم که در این ویدیو به شما نشون میدم که چطور این کار رو انجام بدید. ازتون ممنون میشم که کانالم رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم کلیک کنید تا اولین نفر باشید که ویدیوی جدید من رو میبینید و از شما ممنونم که کانالم رو ساپورت میکنید و در ضمن هر نوع سوالی دارید حتما در کامنت زیر برای من بنویسید و ازتون خواهش میکنم به من بگید که برای من بنویسید که چه نوع کاری رو دوست دارید، چه رنگهایی رو دوست دارید، با چه نخی شما راحت تر میتونین کار کنید که من بر طبق خواسته و علاقه شما ویدیو تهیه کنم و براتون بذارم. خب عزیزانم، حالا بریم و با هم اینها رو به هم وصل کنیم. خب دوستان عزیزم، اگر خاطرتون باشه در ویدیوی قبلی من طرز بافت این موتیو رو به شما آموزش دادم و لینکش رو در بالای صفحه میذارم که شما اگر خواستید مجددا اون رو نگاه کنید به این لینک بالا مراجعه کنید، این بافت این موتیو رو پیدا خواهید کرد. خب ببینید الان این بافت رو من کامل یک دونه موتیو رو کامل میبافم. موتیو بعدی رو که میخوام اضافه کنم به این، در آخر یک دونه مونده به آخرین رج نیمه تمام میذارم و در اینجا اگر یادتون باشه به این شکل یا در ویدیو اگر دید ببینید این دوتا رو به هم وصل میکنم و با یک پایه وصل یا پایه کوک این بافتم رو ادامه میدم به وسط این هفتی شکل و در اینجا من 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 که این 3 تا زنجیره یک پایه بلند حساب میشه. در کنار اون 3 تا پایه بلند دیگه میزنم، 1 2 و 3 که در مجموع من در اینجا 4 تا پایه بلند دارم. قلابم رو از این حلقه بیرون میارم. خب حالا این بافت وسط باید وصل بشه به این بافت وسط. حالا در اینجا من 1 2 3 4 در 4مین پایه بلندی که در اینجا دارم در اینجا قلابم رو داخل میکنم و این نخ رو که در اینجا از قلابم بیرون آوردم از این پایه رد میکنم و در ادامه میدم به بافت پایه بلند که 4 تا بافته بودم، الان شد 5 6 و 7 تا. همینطور که میبینید در اینجا 7 تا پایه بلند، در اینجا هم 7 تا پایه بلند من زدم. بعد در اینجا همونطور مثل این بافت قبلی که داشتیم در اینجا هم همون بافت رو انجام میدیم، یعنی اصلا اینجا اضافه‌ای نمی کنیم و به بافت معمولی ادامه میدیم و به این صورت هستش که در پایه 4م یعنی 1 2 3 4 در این قسمت من این
4 تا زنجیره بالا و این پایه پایین رو با یک پایه کوتاه به هم دیگه وصل میکنم که بافت ما به این شکل میشه. در اینجا این دوتا به هم وصل شدن، در اینجا بافت عادی. و مجددا ما باید در این قسمت و این قسمت این دو کارمون رو به هم وصل کنیم. من در اینجا قلابم رو داخل میکنم و 4 تا پایه بلند میزنم. 1 2 3 و 4. ببینید 4 تا پایه بلند زدم و نخم رو میکشم و قلابم رو از این حلقه بیرون میارم. خب ببینید در اینجا 1 2 3 4 در این قسمت اینجا باید من این حلقه ای رو که بیرون آوردم از قلابم با این قسمتی که بافته شده بیارم بیرون از اینجا و ادامه بدم به بافت پایه بلندم که 7 تا باید در این فضا بزنم. 4 تا زدم، این 5 تا، 6 و 7. درست مثل این پایه این بافت صدفی، اینجا هم یه بافت صدفی 7 تایی زدم. خب در ادامه میرسیم به اینجا که همونطور که در اینجا انجام دادیم در اینجا هم ما یک پایه کوتاه میزنیم. در ادامه 7 تا پایه بلند، یعنی ما در اینجا کار وصلمون از اینجا تموم شد. 1 2 3 4 5 6 و 7. اوکی. خب در اینجا ببینید الان کاملا بافتمون شبیه این طرف شد، با این تفاوت که در اینجاها این دوتا به هم وصل شدن. ببینید در اینجا همینطور این بافت رو مثل اینجا ادامه میدیم تا برسیم به اینجا که من مجددا به شما نشون بدم چجوری وصل میشه. پس از اینجا میبافید طبق بافتی که در قبل آموزش دادم تا برسیم به اینجا. خب ببینید من تا اینجا بافتم. خب حالا ما نقطه وصلمون کجاست؟ اینجا رو که این در این فضای باز که نمی بافیم، یعنی عادی می بافیم، بافت معمولیمون رو انجام میدیم. در اینجا هم همینطور. پس نقطه وصل ما میشه اینجا و این قسمت که در واقع روی 4مین زنجیره‌ای که پایه بلندی که اینجا زدیم ما این قسمت رو با این قسمت وصل میکنیم و میرسیم به اینجا. خب پس اینجا رو ما به صورت بافت قبلی بدون اینکه وصل کنیم 7 تا پایه بلند رو میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. این 7 تا پایه بلند رو زدیم، کاملا بافت عادیمون رو انجام میدیم بدون اینکه اضافه کنیم. در اینجا هم اون پایه کوتاه رو میزنیم و حالا اینجا جاییه که ما باید وصل کنیم. در این قسمت 1 2 3 1 2 3 4 در اینجا ما باید نقطه وصل رو انجام بدیم، بافتمون رو انجام بدیم. پس در اینجا ما 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3
و 4 حلقه رو باز میکنیم، قلاب رو بیرون میاریم و در این قسمت همونطور که گفتم 1 2 3 در اینجا ما ببینید 1 2 3 4 در اینجا در 4مین بافتمون این حلقه رو میاریم بیرون و مجددا در اینجا به بافت معمولیمون ادامه میدیم. 5 تا پایه بلند، 6 تا پایه بلند و 7 تا پایه بلند میزنیم. ببینید در اینجا ما اینجاها رو به هم وصل کردیم و اینجا ابتدای کارمون بود. پس در این 3 نقطه ما کارمون رو وصل کردیم. در اینجا ما در پایه 4 این که هست 1 2 3 4 در اینجا ما در این قسمت ما پایه کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 در اینجا پایه کوتاهمون رو انجام میدیم، میبافیم و مجددا در اینجا ما باید این پایه کوتاه رو به این قسمتی که شروع کارمون بوده وصل کنیم. در اینجا وصل شد، در اینجا آغاز کارمون بود. حالا ما این قسمت 3مین زنجیره از بالا رو به این صورت نخمون رو از اینجا بیرون میاریم و این دوتا رو با یه پایه وصل به هم دیگه وصل میکنیم. یک زنجیره میزنیم و نخمون رو بیرون میاریم و نخمون رو در اینجا قطع میکنیم. پس این دوتا از این طریق به هم دیگه، از این 3 نقطه به هم دیگه وصل شدن. خب ببینید اینجا این دوتا رو به هم وصل کردیم. حالا این موتیو دیگری هستش که میخوایم وصل کنیم. همونطور که گفتم ما این رو کامل نبافتیم، یک رج مونده به آخر. در اینجا ما بافتمون رو تموم کردیم، یعنی بافت دیگه نبافتیم و اینجا این 2 قسمت رو که به هم وصل کردیم با یه پایه کوک، باز با همون پایه کوک به همین وسط این وی شکل نخمون رو میبریم و در اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 که یک پایه بلند حساب میشه. در کنار اون 3 تا پایه بلند دیگه میزنیم. 1 2 و 3 که در واقع 4 تا ما پایه بلند در اینجا زدیم. قلابمون رو از این حلقه بیرون میاریم و همونطور که در اینجا انجام دادیم در اینجا هم انجام میدیم. یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی ما این قسمت وسط رو با قسمت وسط اینجا این دوتا رو به هم وصل میکنیم. این پایه 4م 1 2 3 4 در این پایه 4م با هم دیگه وصل میشن با یک پایه این در اومد، با یک پایه وصل یا پایه کوک، بافت کوک این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم و مجددا در همینجا بقیه پایه بلند رو به بافتش ادامه میدیم که ما 3 تای دیگه باید ببافیم. 1 2 و 3 که مجموعاً باید ما 7 تا پایه بلند در این قسمت وی شکل داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6 7 که در 4مین پایه این طرف با 4مین پایه این طرف این دوتا با هم دیگه در اینجا با یه پایه وصل به هم دیگه وصل شدن. ادامه بافت رو انجام میدیم، یعنی در اینجا همینطور
1 2 3 4 در این چهارمین پایه ما یک بافت 1 2 3 4 در اینجا ما یک بافت پایه کوتاه میزنیم. مجددا قسمتیه که اینجا داریم با این قسمت باید به هم وصل بشن. پس ما در اینجا 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 و 4 تا پایه بلند زدیم. قلاب رو از این حلقه بیرون میاریم و در چهارمین پایه بلندی که اینجا زدیم با یه پایه وصل به هم دیگه وصل میکنیم. 1 2 3 4 در اینجا این حلقه رو که بیرون آوردیم با یک پایه وصل به هم دیگه وصل میکنیم و مجددا به بافتمون در این قسمت ادامه میدیم و 3 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 و 3 که مجموعاً ما 7 تا پایه بلند در اینجا زدیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند در روی 7 تا پایه بلند اینور در روی چهارمین پایه این دوتا به هم وصل شدن و در ادامه ما به بافتمون ادامه میدیم چون اینجا دیگه چیزی نداریم که وصل کنیم. پس همینطور به بافت این در اینجا به بافت معمولیمون ادامه میدیم. یعنی در اینجا مجدداً یک پایه کوتاه میزنیم و در اینجا هم 7 تا پایه بلند و همینطور به این بافتی که در قبل انجام داده بودیم انجام میدیم تا برسیم مجدداً به این قسمت. 2 3 4 5 6 و 7. همونطور که اینجا وصل شد اینجا هم وصل شد اینا به هم و این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت. در این نقطه وصل ما با این قسمت باید به هم دیگه وصل بشن که من در اینجا 7 تا پایه بلند میزنم چون با این قسمت اولی ما کاری نداریم، همون بافت معمولیمون رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 پایه عادی رو زدیم بدون اینکه جایی رو وصل کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 در اینجا یک پایه کوتاه میزنیم و در این قسمتی که قراره به اینجا وصل بشه به این طرف به این بافت این طرف وصل بشه 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 و 4 تا پایه بلند میزنیم. قلابمون رو از این حلقه بیرون میاریم و در چهارمین پایه بلندی که در این طرف هست ما این دوتا رو به هم وصل میکنیم که 1 2 3 4 در اینجا ما این دوتا رو به هم وصل میکنیم با یک پایه وصل. به این شکل میشه و در ادامه مجددا در این قسمتی که نیمه بافتیم 3 تا پایه بلند دیگه میزنیم که به این شکل میشه.
1 2 3 و مجموعاً باید 7 داشته باشیم. ما اینجا 1 2 3 4 5 6 7 رو زدیم و این قسمت همینطور که اینجا میبینید در اینجا باید این دوتا به هم وصل شن. 1 2 3 در این پایه ما این دوتا رو به هم دیگه با یک پایه کوتاه وصل میکنیم. یک پایه کوتاه میزنیم و این قسمت که شروع کردیم در سومین زنجیره‌ای که در اینجا زدیم با یک پایه وصل کارمون رو به هم دیگه ابتدا و انتها رو وصل میکنیم که در این قسمت قرار میگیره. با یک پایه کوک و یک زنجیره میزنیم و نخمون رو بیرون میاریم. خب الان ببینین اینجا وصل شد، اینجا وصل شد و الان این قسمت مونده. این قسمتی که میاد چون هم از این طرف و هم از این طرف باید بافته بشه، یعنی وصل بشه، پس ما متفاوت بافتش با این قسمت. خب چهارمین موتیومون رو میخوایم بس کنیم. ببینید خودتون در اینجا متوجه میشید که چون این 3 قسمت هست، پس اگر این رو بذارید میبینید که این در چند جا باید به این وصل بشه. یکی در اینجا، یکی در اینجا، پس یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا و حالا اینجا رو ما داریم. خب اینو چیکار باید بکنیم؟ اینو حالا در بافت هم نشون میدم. این قسمت 3 تا فضا رو که اولیش رو با این وصل کردیم، دومیش رو با این باید وصل کنیم. پس چون این که به این وصله، پس اولی با این ور وصل میشه، دومی با این ور و ادامه میدیم به وصل کردن. ببینین همینطور که هی جلو میرید خودتون وقتی که این موتیو رو بذارید متوجه میشید که چه جاهایش باید به اون موتیوی که میخوایم وصل کنیم وصل بشه. الان مشخص شد ما باید هم به این و هم به این وصل کنیم. پس جاهایی رو که مشخص میکنیم باید همیشه یکسان باشه. خب الان ما اینجا همون کاری رو که با این موتیو انجام دادیم انجام میدیم. این حلقه بافتمون رو میاریم به این وسط بافت وی شکلمون و میاریم به اینجا و در اینجا 3 تا زنجیره میزنیم که طبق همون بافت قبلیمون به عنوان یک پایه بلند حساب میشه. 1 پایه بلند، 2 پایه بلند، 3 پایه بلند و 4 تا پایه بلند میزنیم. اینجا نقطه وصلمونه. پس چیکار میکنیم؟ به این صورت قلاب رو بیرون میاریم و در اینجا چون این دوتا وسط هستن باید به هم وصل بشن. 1 2 3 4 در 4مین پایه‌ای که در این یکی موتیومون داریم این حلقه رو ما وصل میکنیم، یعنی به این صورت میاریم بیرون و ادامه میدیم به بافت پایه بلندی که 7 تا باید باشه. در اینجا 4 تا زده بودیم، 5 تا، 6 تا و 7 تا پایه بلند رو ما در اینجا زدیم. روی 4مین پایه از هر دو طرف. در اینجا باید یه پایه کوتاه بزنیم که 1 2 3 در روی 4مین پایه بلند با یک پایه کوتاه این دوتا رو به هم دیگه متصل میکنیم.
خب طبق بافتی که همیشه داشتیم ما باید الان این دو قسمت رو به هم متصل کنیم و این دو قسمت رو ابتدا این دوتا رو به هم متصل میکنیم. همونجوری که قبلا هم بافتیم 4 تا پایه بلند در این قسمت میزنیم. 1 2 3 و 4. قلاب رو بیرون میاریم، در روی 4مین پایه بلند این صدفیمون با هم دیگه این دوتا رو وصل میکنیم. 1 2 3 4 در روی این ما این اومد بیرون از این. یک دو سه 4 میاریم بیرون و به بافت پایه بلند 3 تا ادامه میدیم. 1 2 3 برای اینکه 4 تا قبلا زده بودیم و در هر کدوم از این شکل‌های صدفی ما 7 پایه بلند زدیم. خب الان ببینید در اینجا ما 2 نقطه رو در اینجا و در اینجا وصل کردیم. حالا ما باید این قسمت رو به هم وصل کنیم. پس ما اینو برمیگردونیم و در این قسمت پایه کوتاهمون رو میزنیم و در اینجا ما 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 و 4. 1 2 3 4 تا پایه بلند زدیم. این قلابمون رو از این حلقه بیرون میاریم. در این قسمت که این وصل شده پس فقط این قسمت مونده. روی 4مین پایه بلند این قسمت این حلقه رو وصل میکنیم. 1 2 3 4 در روی این ما این حلقمون رو وصل میکنیم. به این شکل وصل میشه و در ادامه 3 تا پایه بلند میزنیم که اون صدفیمون تکمیل بشه. 1 2 و 3 در واقع 4 تا پایه بلند در این صدفی شکل صدفیمون زدیم. ببینید در اینجا اینا به هم وصل شدن. پس این قسمت آخری رو که وصل کردیم در 2 جا وصل میشه، هم به این وصل میشه و هم به این وصل میشه. همینطور شما اگه ادامه بدید خودتون متوجه میشید که کدوم موتیو به کدوم موتیو باید وصل بشه. ببینید حالا ما این قسمت ها رو هم باید وصل کنیم چون این دوتا باید به هم وصل بشن. پس ما مجددا در اینجا ما 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 4 قلاب رو بیرون میاریم. 1 2 3 در روی این 1 2 3 4 در روی این قسمت این بافتمون رو این حلقه رو به هم دیگه وصل میکنیم و مجددا به بافت بقیه پایه بلندا انجام بدیم که 3 تا باید باشه. 1 2 و 3 که 7 تا پایه. ببینید الان به این شکل در اومد. یعنی این بافت هم به این وصل شد هم به این، هم از این جهت هم از این جهت. حالا در این قسمت هم باید این دوتا به هم وصل بشن. خب به ادامه میدیم به بافت. در اینجا 1
یک دو سه چهار پایه کوتاه میزنیم در چهارمین پایه بلند و حالا اینجا مجددا باید چیکار کنیم؟ این دوتا رو به هم وصل کنیم. 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4 تا پایه بلند زدیم و نخ رو از قلاب بیرون میاریم. 1 2 3 4 در روی اینجا ما باید این حلقه رو بیرون بیاریم از اینجا و مجددا در اینجا ما 3 تا پایه بلند بقیه رو میزنیم. 1 2 و 3 که در مجموع 7 شد. ببینید به این شکل در اومد. خب حالا در اینجا بافتمونه که هم از این طرف بسته شد هم از این طرف بسته شد. الان اینجا معمولی میبافیم تا برسیم به اینجا که در اینجا باید این دوتا به هم وصل بشن. خب الان من این قسمت رو بافتم، از اینجا تا اینجا رو بافتم. الان اینجا مجددا باید ما کار وصلمون رو انجام بدیم. در اینجا بافت معمولی رو داریم، 7 پایه بلند رو میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب 7 پایه بلند رو زدیم و مجددا در اینجا ما پایه کوتاه رو میزنیم. در این شکل 7 باید ما کار وصل رو انجام بدیم، بافت وصل رو. پس 4 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 3 و 4 تا پایه بلند زدیم. میل رو از قلاب رو از حلقه بیرون میاریم. 1 2 3 4 در روی این چهارمین پایه‌ای که در اینجا داریم ما این حلقه رو که بیرون آورده بودیم از داخل این بیرون میاریم و در ادامه در اینجا ما 4 تا پایه بلند رو خواهیم بافت. 3 تا پایه بلند، ببخشید. 1 2 و 3 تا پایه بلند رو زدیم که در مجموع 7 تا پایه بلند داریم. که وصل کردیم. 1 2 3 4 5 6 7 تا و در این قسمت مجددا یک پایه کوتاه روی چهارمین پایه بلند. 1 2 3 4 در این قسمت هم این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم و در اینجا کار بافتمون رو شروع کرده بودیم. در این قسمت با یک پایه 1 2 3 روی این سومین زنجیره با یک پایه وصل دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم. این شکل دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم و یک زنجیره میزنیم و نخمون رو در اینجا قطع میکنیم.
بیرون میاریم و بافت ما به این شکل میشه. ببینید این بافت فرق داشت، هم در اینجا وصل شد هم در اینجا وصل شد. و ببینید شما همینطور اگر به این بافت ادامه بدید تیکه های کوچکتری رو میبافید، یعنی رج آخر رو نمیبافید و همینطور اضافه میکنید. و اگر الان من این دوتا رو دارم، مثلا میخوام این دوتا رو جدا بافتم، هر کدومو میخوام این دوتا رو به هم وصل کنم جفتشون کاملا، چی کار میکنم؟ دوتا موتیو میبافم ولی نیمه که به این دو قسمت وصل میشه، یعنی به این ستا و به این ستا، این طرف هم همینطور و خود اون دوتا موتیو رو هم به هم دیگه در اینجا وصل میکنم. یعنی به این شکل دوتا موتیو میذارم که نیمه بافتم و این دوتا چهارتایی رو به هم دیگه از طریق این وسطشون وصل میکنم. خب ببینید در اینجا من این وسط این رو به این صورت بافتم. میتونید شما به این حالت باز بذارید اگر دوست دارید، یا اینکه همون کاری که من کردم به این حالت وسطش رو ببندید. من این حالت رو به شما آموزش میدم، حالا هر کدوم رو شما دوست دارید. این رو بافتم که شما بتونید ببینید و این رو هم به این صورت نشون دادم که اگر دوست داشتید اینطوری بذارید. حالا من ولی بافت این وسط رو هم به شما آموزش میدم. خب دوستان عزیزم، برای پر کردن این فضای میانی این 4 تا موتیو ما باید به نقاطی از این موتیف ها این بافت وسط رو وصل کنیم. ببینید من در اینجا نشون میدم این بافتی رو که من در وسط این انجام دادم به این قسمت های متفاوتی از این بافتم وصل کردم. حالا این قسمت ها در چه جاهایی قرار دارم؟ ببینید قبلا روی این صدفی ها ما در وصل کردن اینا روی این صدفی ها با هم دیگه ما بافت وصل رو انجام میدادیم، اما در اینجا ما باید روی این پایه های کوتاهی که زدیم ما بین این دوتا این کار وصل رو انجام بدیم. برای اینکه اشتباه نکنیم و گم نکنیم ما چیکار میکنیم؟ روی این پایه های کوتاهی که در وسط این دوتا صدفی هست، ببینید اینجا الان روی این بافت کوتاه من یک مارکر میزنم بین این دوتا روی این وسط یه مارکر میزنم که مشخص بشه که ما کجاها رو باید وصل کنیم. اینجوری شما براتون راحت‌تر محل پیدا کردن محل وصل کردن. خب الان ببینیم ما روی تمام این پای کوتاه‌ها این مارکرها رو زدیم و اینجا مشخصه برامون، اما ما روی اینها وصل نمی کنیم. ما باید ببینید این الان در خط وسط قرار داره، یک بافتی رو که انجام بدیم 1 2 در این قسمت یکی و یکی دیگر رو 1 2 در این قسمت. پس بافت دومی بعد از این مارکر از سمت راست، بافت دوم همین مارکر از سمت چپ، یعنی 2 تا در دور این مارکر، 2 تا در دور این مارکر و 2 تا و 2 تا، ولی نه در اولی، در دومی، در اینجا، نه در اولی، در دومی، همینطور تا آخر. پس این مارکرها رو میزنیم و آماده میکنیم که بتونیم روی اینا مشخصا ببافیم. خب برای ابتدای کارمون که میخوایم ببافیم ما یک حلقه جادویی میزنیم که زدن حلقه جادویی رو هم من در ویدیوهای قبلی به شما آموزش دادم و برای دیدن این زدن حلقه جادویی شما میتونی به لینکی که در بالا میذارم مراجعه کنید. پس این حلقه جادویی رو زدیم، 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3. این 3 تا زنجیره مثل یک پایه بلنده.
قلاب رو از داخل بیرون میاریم. ببینید قلاب رو از این 3 تا زنجیره که زدیم روی این حلقه جادویی قلابمون رو بیرون میاریم. این مارکری رو که اینجا داریم 1 2 قلابمون رو داخل اینجا میبریم و این قلاب نخی رو حلقه رو که آزاد گذاشته بودیم بیرون میاریم و در کنار اون 1 2 تا زنجیره میزنیم. پس رفت توی دومی، این حلقه بیرون اومد و 2 تا زنجیره روش. مجدداً 1 پایه بلند در داخل همون ماجیک رینگمون میزنیم. 1 پایه بلند و قلاب رو مجدداً بیرون میاریم. ببینید الان 2 تا این ور زدیم، این حلقه رو میبریم 1 2 در دومی این پایه بلندی رو که زدیم بیرون میاریم از این قسمت. 2 تا زنجیره 1 و 2. خب پس ما الان 2 تا فاصله 1 پایه 3 تا زنجیره زدیم و در 2 تا فاصله 1 پایه بلند به اضافه ما بینشون 2 تا زنجیره. خب کارمون رو میگردونیم. حالا باید اینجا بزنیم، منتها نه روی این، در اینجا. مجددا داخل پای این حلقه جادوییمون 1 پایه بلند دیگه میزنیم. ببینید این حلقه جادویی رو ما سعی میکنیم زیاد بهش حرکت ندیم، همینطور نگه داریم که از هم باز نشه. میتونید یک کمی هم ببندیدش که باز نشه. مجددا داخل این حلقه جادویی 1 پایه بلند دیگه میزنیم. مجددا از قلاب حلقه رو بیرون میاریم. حالا باید اینجا انجام بدیم. 1 2 در اینجا این پایه بلندی رو که زدیم بیرون میاریم و 1 2. خب حالا باید در این قسمت انجام بدیم. مجددا داخل حلقه جادوییمون 1 پایه بلند میزنیم. 1 پایه بلند و میاریم بیرون و در این طرف زدیم. در حالا در این طرف قسمت سمت راستش 1 2 در اینجا مجددا این پایه بلند رو از این قسمت چیکار میکنیم؟ بیرون میاریم. مجددا 1 2. خب پس این 2 تا رو ما بافتیم دورش رو. حلقه جادوییمون هم همینجا هستش. مجددا داخل حلقه جادوییمون ما باز 1 پایه بلند دیگه میزنیم. 1 و 2. چیکار میکنیم؟ مجددا حلقه رو شل میکنیم. در کنار این 1 2 در اینجا ما این پایه بلندمون رو از این قسمت چیکار میکنیم؟ بیرون میاریم. 2 تا پایه بلند 1 و 2. ببخشید 2 تا زنجیره 1 و 2. حالا مجددا 1 پایه بلند دیگه در داخل این حلقه جادوییمون میزنیم. 1 پایه بلند در داخل حلقه جادویی میزنیم. مجددا بیرون میاریم این قلاب رو از حلقه و این بار در دومین پایه از این 1 2 در اینجا ما نخمون رو بیرون میاریم و ببینید همین کار رو ما دور تا دور این ادامه میدیم تا برسیم به آخر کارمون. خب الان این آخرین مارکرمون هستش. در این قسمت دومین گندمی که داریم این پایه بلندی رو که زدیم بیرون میاریم و 2 تا زنجیره میزنیم.
1 و 2 و مجددا در حلقه جادویی که داریم یک پایه بلند دیگه میزنیم 2 و در آخرین گندمی که 2 تا بعد از این مارکر هستش آخرین پایه رو هم اضافه میکنیم. این شکل میاریم بیرون و 2 تا زنجیره میزنیم 1 2 و اینجا دیگه آخرین پایه‌ای بود که زدیم و در انتها ما در این حلقه جادویی که داشتیم که از قبل زده بودیم این حلقه رو در اینجا با یک پایه وصل در اینجا این حلقه رو بیرون میاریم و یک زنجیره میزنیم خب به این شکل در اومد. حالا این حلقه جادویی رو ما باید ببندیم و کاملا بسته کنیم به این شکل و این مارکرها رو در میاریم و این حلقه جادویی رو مجددا کاملا میبندیم و اینجا این قسمت رو با دیگه لازم نداریم و قطع میکنیم نخمون رو و از داخل این نخ رو به پشت کار میبریم و این بافت وسط به این شکل میشه. من خودم ترجیحاً این رو دوست دارم، یعنی اینکه این بافت رو ببندیم دوست دارم، ولی شما باز بستگی به سلیقه خودتون داره. اگه دوست دارید میتونید همینطور به صورت باز بذارید. خب این وسط هم بسته شد و این هم آخرین بافتی بود که برای این موتیو وصل این موتیف ها انجام دادیم. دوستان خوبم، کار امروز ما رو همونطور که میبینید تموم شد. امیدوارم که از ویدیو امروز من خوشتون اومده باشه و براتون قابل استفاده باشه. همونطور که اینجا میبینید شما میتونید به این حالت وسطش رو با این بافت اضافی پر کنید یا اینکه به این شکل باز بذارید. دیگه اون بستگی به سلیقه خودتون داره. البته این دوتا رو من هنوز به هم وصل نکردم، ولی برای اینکه تفاوت اینا رو نشون بدم کنار هم گذاشتم. ازتون ممنونم که کانالم رو ساپورت میکنید. خواهش میکنم کانالم رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم کلیک کنید که ویدیوهای جدید من حتما به دستتون برسه. بازم ممنون و شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی و براتون ساعات و اوقات خوبی رو آرزومندم. خدا نگهدارتون تا بعد.